تابلو درایو، راه‌اندازی و کنترل موتور. شرکت همیار صنعت رستاک این تابلو را برای راه‌اندازی موتور با کاربری سنگین و جریان نامی 160 کیلووات با در نظر گرفتن تابع‌های حفاظتی و کنترلی طراحی و تولید کرده است. این تابلو به فیلتر محافظتی برای جلوگیری از ورود هارمونیک به شبکه تجهیز شده است. درایو این دستگاه از شرکت ABB است. این تابلو بر اساس استانداردهای IEC طراحی و ساخته شده و پس از ساخت تمام آزمایش‌های فنی و ضروری برای کنترل کیفیت و کارایی روی آن انجام شده است. ویژگی‌ها و قابلیت‌های این دستگاه بر اساس نیازهای ویژه مشتری قابل تغییر است. همیار صنعت رستاک، یار همیشه همراه صنعت.